بیاید الفبای انگلیسی رو یاد بگیریم. هر حرف انگلیسی یه شکل بزرگ داره. این مثلا A. خب الفبای انگلیسی با A شروع میشه. بعد این A بزرگه که بهش میگن capital A. capital یعنی بزرگ. capital A. اینم A کوچیکه. وقتی جمله رو شروع میکنیم اولین کلمه جمله با حرف بزرگ شروع میشه. وقتی اسم مردم رو مینویسیم، اسم شهرها رو مینویسیم، با حرف بزرگ شروع میشه. پس حالا بیایم همه این حروف رو بنویسیم. A بزرگ، A کوچیک،